تست سریع از توان خروجی این آمپ ساوند دیجیتاله. چیشه 4 و 4 که 100 وات روی 4 اوم میده رو واسه شما امروز اندازه بگیریم که ببینیم واقعا این توان داره یا نه. خب بعد از نصب دوباره ادامه میدیم. خب الان به این صورت نصب کردم، به صورت رو کار. حالا بریم ببینیم با پخش فرکانس 40 هرتز چه عکس العملی ازمون نشون. خب همونطور که مشاهده کردیم روی 4 اوم تونستیم تا 40 وات بریم، ولی دیگه بعد از 40 وات چراغ کلیپینگ روشن شد. من دیگه ادامه ندادم. حالا یه ذره سطح ولوم از پخش کم میکنم، از آمپ زیاد میکنم، گین رو ببینیم الان چطور میشه. ماشین رو روشن کردیم، ببینیم چه تأثیری داره. بله 72 وات. همونجور که دیدیم با فرق 12 ولت تا 50 وات تونستیم بگیریم. حالا وقتی ماشین رو روشن کردیم تا 72 وات آخرین توانش رو به ما داد. و بر روی 14 و 4 باشه که احتمالش زیاده همون 100 وات رو به اون بده.